بسم الله الرحمن الرحیم. مسجد اقصی مسجد یهود هاست. کشف جدید شفیع عیار، دانشمند بزرگ دنیا. شفیع عیار در یکی از ویدیوهای جدیدش که شمارش 1214 است میگه ما عیار هستم و عیار به معنی جوانمرد است، کسی که حق مظلوم از ظالم میگیره. و بعد در مورد تهاجم ارتش اسرائیل به نمازگزاران در مسجد اقصی سخن میگه و در حالی که در آغاز فیلمی از این حملات وحشیانه را بر نمازگزاران بی‌دفاع فلسطینی در مسجد اقصی به نمایش میگذاره و بیننده را به این گمان مندازه که گویا شفیع عیار از مردم مظلوم و تحت اشغال فلسطین صحبت و دفاع میکنه، ولی بعداً از آغاز تا انجام صحبتهایش بر اثبات این ادعای اشغالگراست که گویا بیت المقدس و مسجد اقصی مال اوناست. منتها با این تفاوت که اشغالگرا مسجد اقصی را مسجد خود نمیدانند، قسمی که شفیع عیار ادعا میکنه، بلکه میگن مسجد اقصی در جایی ساخته شده که در اونجا قبلا هیکل ما بوده، بنابراین باید این مسجد ویران شود تا که ما با جایش هیکل خود دوباره بسازیم. ما در ابتدا وقت صحنه های این تهاجم وحشیانه را بر زنان مظلوم فلسطینی دیدم و این ادعای شفیع عیار را شنیدم که خود را جوانمرد میگفت که حق مظلوم از ظالم میگیره. خوش شدم که این ماشاءالله آقای شفیع عیار سرانجام حس بشر دوستیش بیدار شده و بر نخستین بار و حتی بر یک مرتبه هم که شده ظالم و محکوم و از مظلوم دفاع میکنه. ولی چند لحظه بعد ثابت شد که نه خیر، حدس ما درست نیست و شفیع عیار همون ظالم پرست مظلوم خور است که همیشه بوده. درست همون قسمی که با یاد کردن مظلومیت 43 ساله افغانستان یک کلمه هم از اشغالگران روسی و امریکایی و کشتن میلیون ها هموطنش توسط اونها و میلیون ها جنایات وحشتناکی که انجام دادن و کشور ما را ویران کردن حرفی به زبان نمیاره، بلکه مردم افغانستان شدیداً نکوهش و ملامت میکنه که چرا به گپ اسلام و قرآن کدن و علیه اشغالگران روسی و امریکایی و نوکرانشون جنگیدن. به هر حال این علامه زمان در ویدیوی 1214 خود کشفهای خنده‌آور تازه‌ای کرده که ما اونا را مورد بررسی قرار میتیم. البته برای که موضوع به درازا نکشه، ما فقط همین چند کلمه از درفشانی های او را مستقیما به سمع شما عزیزان میرسانیم و باقی را تنها از اون نقل قول میکنیم و شما را راجع میسازیم به ویدیوی 1214 ای آقا میگه سلام عرض میکنم. شفیع عیار هستم. عیار به عین یا الف رینوشته میشه. عیار جوان مرد منامیده، کسی که حق مظلوم از ظالم میگیره. ما در واقع با امی تینت کلان شدیم و سر خودم در روی کارت ماندیم که امی آدم باشم، یعنی من یک آدم ساختگی نیستم. این برنامه امروزم در مورد مسجد اقصی است. مسجد یهودیا، مهمترین مکان مقدس یهودیا. شفیع عیار همون قسمی که شنیدین میگه ما عیار هستم و عیار جوانمرد معنا میته و ما حق مظلوم از ظالم میگیرم. ما به این آقا میگیم بله، ما هم میپذیریم که لفظ عیار که برخی از طرفدارای بیسوادت عیار و حیار و عیار می نویسند به معنی جوانمرد است، ولی عیار به معنی دزد و ترار و الاگرد و شبره و مکار و کسی که لوده لوده ای طرف و طرف میره و خونخوار و قاتل هم هست و ما ای را در اولین برنامه خود با ادله موثق ثابت کردیم. عیار به معنی جوانمرد است، ولی نه به معنی دروغگو و حیله‌گر و کسی که حقایق پت میکنه و به چشم مردم خاک میپاشه. و عیاران قدیم که عیاران اصلی بودند مانند سمک عیار و یعقوب لیث صفار هرگز دروغ نمی گفتند و راستگویی یکی از اصول عیاری بود، اما متاسفانه تو غیر از دروغ دیگه هیچ چیز یاد نداری. بعدی آقایی که به اصطلاح حق مظلوم از ظالم میگیره طبق عادت همیشگیش نسخه از قرآن کریم را که به سبب کثرت مطالعه دیگرا و نه مطالعه او پاره پاره شده و او به قصد توهین و گستاخانه این نسخه را انتخاب کرده به دست میگیره و میگه همین مسجد اقصی مسجد یهود است و ما از همین قرآن ثابتش میکنم و میخوانه ترجمه آیه های 142، 144 و 145 سوره بقره را که در مورد تبدیل قبله مسلمان ها از بیت المقدس به سوی کعبه است
و در جز دوم قرار داره ای آیات. البته او هرگز متن قرآن را خوانده نمیتونه، بلکه ترجمه هایش را میخونه و آیت هایی را هم نمیخونه که دروغ هایش را افشا و مشتش باز میکنه. بعد میگه این سعی کنین، قرآن خودش میگه ای محمد نه تو قبله اونا را قبول میکنی و نه اونا یعنی اهل کتاب قبله تو را قبول میکنن. و این دلیل است برای که مسجد اقصی مسجد یهود است. اما همین جناب پروفسور پوپنک در دقیقه 15 و ثانیه 10 همین ویدیوش معراج و اسراء را رد میکنه و از سوره بنی اسرائیل آیت نخستینش میخوانه که خداوند میگه سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. یعنی پاک از خدایی که یک شب بنده خود را از مسجد حرام به سوی مسجد اقصا برد، مسجدی که ما اطرافش مبارک گردانیدیم. اینجا استدلال خنده‌آور ای آقا دایست که میگه خدا گفتم و بنده خود از مسجد الحرام یعنی کعبه به مسجد اقصا بردم و صریحا نگفته که محمد بردم. میشه ابو سفیان برده باشه که او هم بنده خدا بود یا شخص دیگری را و خدا میتونست صریحا بگوید که من محمد یک شب از بیت الحرام به مسجد اقصا بردم و چون بندهش گفته، بنده خدا گفته، بنان شده میتونه که بنده محمد نبوده باشه، ابو سفیان یا کس دیگری بوده باشه. بنان این اسراء و معراج در قسمت محمد صلی الله علیه وسلم از قرآن ثابت نمیشه. شما این دو کشف این مختری و کاشف بزرگ با هم مقایسه کنین و ببینین چقدر خنده‌آور است. کشف از این که معراج و اسراء در مورد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از قرآن ثابت نیست و کشف از این که مسجد اقصا مسجد یهود هاست. و ما با همین استدلال خودش یعنی با استدلال دومش دلیل اولش رد میکنیم و با چال خودش به زمین میزنیم و بعد این ادعای نابخردانه‌اش با دلایل لغوی و تاریخی رد میکنیم. اول جناب پروفسور ای که میگی خدا گفته بنده خدا از مسجد الحرام به مسجد اقصا بردم، ممکن است منظورش ابو سفیان باشه یا کس دیگری باشه. استدلال بسیار مسخره و پوچی است که مثل همیشه و مثل دیگه استدلال ها و ادعاهای کاذبانه مهر جهالت و بیسوادی را به پیشانیت میزنه. تو بیچاره بیسواد همه قدم میدانی که در ادبیات عربی و زبان فارسی چیزی به نام ضمیر وجود داره که در عربی ضمیر مذکر هو است و در فارسی او. و این ضمیر و دیگه ضمایر مرجعی دارن که این مرجع در بین مخاطب یعنی کسی که گپ میزنه و مخاطب یعنی کسی که به او گپ میزنه و طرف خطابش قرار میده روشن و معلوم است. و مخاطب که قبلا به مخاطب مرجع ضمیر معرفی کرده ضرور نیست همون مرجع را در هر جا با اسمش تکرار کنه، بلکه میگه او چنین کرد و چنان کرد و به او چنین و چنان گفتم. به طور مثال اگه شخصی درباره کارنامه های بایدن کتابی نوشته کنه، بعد از اینکه چند دفعه نامش گرفت دیگه همه جا نمیگه بایدن اتو کرد، بایدن اتو گفت، بلکه ضمیر هی را به جای نام بایدن استعمال میکنه. این حقیقت تو میدانی و اگر ندانی از کودنی و بیسوادیت است که قرآن به سردار انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نازل شده بود و او بود که میگفت به ما وحی میآید و من پیغمبر هستم و نه ابو سفیان و یا ابو جهل و ابو لهب. هم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خود پیغمبر معرفی کرده بود و هم قرآن او را پیغمبر معرفی کرده و در قرآن کریم چندین جا نام مبارکش هم آمده. پس هر کس به جز کسی که بسیار کودن و کورمغز و یا بسیار مکار و حیله‌گر است ایره میدانه که منظور خدا در ابتدای سوره اسراء که میگه پاک است خدایی که یک شب بندهش از بیت الحرام به بیت المقدس برد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم است و نه ابو سفیان و یا شخص دیگه. ولی بان هم گیرم با تو قبول کردیم که منظور خدا از عبدهو یعنی بندهش معلوم نیست که کیست، حضرت محمد است یا ابو سفیان. اما اینجا تو از نهایت جهالت و نادانی با وجودی که خود زیرک فکر میکنی به دام مفتی و دامی را که بر قرآن و سردار انبیا ماندی به گردن خودت مفته و خودت رسوا میکنه. چرا که در آیت های 142 143 که تو با استدلال به آنها ادعا میکنی که مسجد اقصا مسجد یهود است، نام این مسجد به حیث قبله یهود نامده. این ما آیت یک بار دیگه با ترجمهش میخوانیم
ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیة ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. یعنی تو اگر هر نشانه را برای اهل کتاب یعنی یهود و نصارا بگویی و هر آیتی را بر از اونا بخوانی، اونا قبله تو را قبول نمیکنن و نه تو قبله از اونا را قبول میکنی و نه برخی از اونا قبله برخی دیگر را قبول میکنن. پس کو اینجا نام مسجد اقصی؟ اینجا خود تنها قبله گفته شده، قبله یهودا. با طبق استدلال خودت میشه یک جای دیگه بوده باشه، امو قبله امو مسجد اقصی نبوده باشه، چرا که نام مسجد اقصی خود صریحاً در آیاتی که تو با اونا استدلال میکنی نامده. این همی استدلالی است که در مسجد در قسمت عبدهو میکنی که در اونجا میگی نام محمد صریحاً نامده. خدا اینجا هم نام قبله یهود صریحاً گفته نشده که مسجد اقصی قبله از اوناست. پس تو جز فریبکاری از کجای این آیت ها ثابت میسازی که مسجد اقصی مسجد یهود است؟ اینجا خود تنها گفته شده که به اهل کتاب هر دلیلی که بیاری از قبله تو پیروی نمیکنن و نه تو قبله اونا را قبول میکنی و نه اونا قبله یکدیگر را قبول میکنن. به اساس استدلال خودت اگر از عبدهو یعنی بندش در سوره اسراء منظور خدا حضرت محمد نباشد چون صریحا نامش نامده، همین استدلال در اینجا هم میشه که در اینجا هم صریحا نام مسجد اقصی به حیث قبله یهود نامده و تو از شکم خود این مطلب بیان میکنی. منتها با این تفاوت که در قرآن کریم نام حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به حیث پیغمبر آمده، در چندین جای نام مبارکش آمده و علاوه بر او با عنوان رسول و نبی هم یاد شده در قرآن کریم. و همین قسمی که پیشتر گفتیم ادعای پیغمبری را، ادعای حقیقی پیغمبری را رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کرده بود، نه ابو جهل و ابو سفیان و ابو لهب و دیگرها. پس وقتی که عبدهو میگه منظور خداوند اینمی عبدش است که محمد است و نه ابو سفیان. اما در قسمت ادعای خودت که بیت المقدس مسجد اقصی را قبله یهود میگی و میگی که من از همین قرآن ثابت میسازم، در هیچ جای قرآن مسجد اقصی با عنوان مسجد یهود یاد نشده و نامش گرفته نشده و در همین آیاتی هم که تو با اونا استدلال میکنی نام مسجد اقصی با عنوان مسجد یهود ذکر نشده. پس استدلال تو به این آیات قرآنی برای اثبات این ادعای دروغینت که مسجد اقصی مسجد یهود است یک استدلال بیهوده و یک استدلال مسخره است و دلیل بر بیسوادی و مکاریت است. علاوه بر این حرف تو از ناحیه دیگه هم مسخره و خنده‌آور است و اویی که غیر از تو که بیسواد استی دیگه هیچ کس حتی بیسوادترین اشخاص در دنیا نام مسجد به پرستشگاه یهودها اطلاق نمی کنه، به سبب این که عبادتگاه های هر یک از پیروان ادیان در همه زبان ها اسم خود داره. مثلا مسجد در عربی و فارسی به معبد مسلمان ها اطلاق میشه که در انگلیسی ماسک میگن، معبد یهودها کنیس و یا بیت کنیست نام داره که در انگلیسی سینگاگ میگن نه مسجد و یا ماسک، و در فارسی هم کنیسه و یا کنشت و یا کنشت میگن که هر دو تلفظ درست است. چنانچه علامه اقبال لاهوری میگه کنشت و کعبه و بتخانه و کلیسا را هزار فتنه از آن چشم نیمه باز آور، که تمام این عبادتگاه ها را به نام های خودشان در این شعر خود ذکر کرده. آیا تو در امریکایی که زندگی میکنی و ممکن است در اونجا ده ها بلکه صدها پرستشگاه یهودها وجود داشته باشه، گاهی شنیدی که کسی در مورد پرستشگاه یهودها کلمه ماسک به کار برده باشه و گفته باشه که ماسک آف جوش، و یا کلمه سینگاگ یا چرچ در قسمت مسجد مسلمان ها به کار برده و گفته باشه که سینگاگ آف مسلمز یا چرچ آف مسلمز؟ ابداً. این تنها توستی که این اصطلاح را اختراع کردی تا به مظلوم ها کمک کنی، به تانک های مظلوم، به تیاره های امریکایی مظلوم، به اسلحه مظلوم اسرائیلی که زنا و کودکای ظالم فلسطینی را قتل عام میکنن، اونا را از خانه هایشان بیرون میکنن، اونا را از سرزمینشان بیرون میکنن، سرزمینشان اشغال میکنن، اونا را مسجد تاریخیشان اشغال میکنن و اونا را از همه حقوق انسانیشان محروم ساختن و میسازن. پس به این تینتی که تو با او بزرگ شدی و این تخلص جوانمردانه را
که انتخاب کردی و حق مظلوم از ظالم میگیری. آیا نمیشرمی؟ آیا کم وجدان نداری به اندازه یک سر سوزن که یک خلش بکنه و تو را یک کم متوجه بسازه و برات بگه که تو هم انسان هستی؟ به این اندازه گپای دور از انسانیت نزن. ما از نگاه قرآنی و لغوی دروغ بودن ادعایت ثابت کردیم. حال میاییم به بعد قانونی و تاریخیش. از زمان اشغال سرزمین فلسطین توسط یهودها در 1948 که به اساس تعهدنامه آرثر جیمز بلفور وزیر خارجه وقت استعمار انگلیس به لیونل وارتر دی روچلد یکی از سران جنبش صهیونیسم و با تبانی و دسیسه مستقیم انگلیس صورت گرفت، سازمان ملل متحد که یگانه مرجع قانونی و رسمی دنیا در حل اختلافات و کشمکش هاست، دهها فیصله نامه را در رابطه با این قضیه صادر کرده که برخی از اونها از مجمع عمومی سازمان ملل و برخی از شورای امنیت این سازمان صادر شده و در بسیاری از این فیصله نامه ها دولت اسرائیل به حیث یک کشور اشغالگر شناخته شده و کشتار و آواره کردن فلسطینی های مظلوم توسط صهیونیست ها محکوم گردیده و در هیچ یک از اونها مسجد اقصی و قدس شرقی که این مسجد در اونجا قرار داره و تحت اشغال اسرائیل است باعث بخشی از خاک دولت اسرائیل به رسمیت شناخته نشده و در بسیاری از اونها با اکثریت آرا که طبعا امریکا باعث حامی بزرگ اسرائیل رأی مخالف یا ممتنع داده، از اسرائیل خواسته شده که از سرزمین های اشغالی به شمول بیت المقدس شرقی و به شمول مسجد اقصی عقب نشینی کنه و بگذاره میلیون ها آواره فلسطینی به خانه ها و سرزمین های اشغال شدهشان عودت کنند. اما اسرائیل با پشتیبانی امریکا و انگلیس از تطبیق قطعنامه ها سر باز زده. در این قطعنامه ها به خصوص از 2016 به بعد بار بار از اسرائیل خواسته شده که از شهرکسازی در سرزمین های اشغالی که ضفه و قدس هم شامل این مناطق میشه اجتناب کنه و حتی در بعضی اوقات فقان خود امریکا هم از وسعت و گسترش این شهرکسازی های استعماری بلند شده و با اونا مخالفت کرده، اما اسرائیل ارزشی به قطعنامه ها و مخالفت ها نمیده. وقتی که در سال 2000 اریل شارون صدر اعظم وقت اسرائیل وارد مسجد اقصی شد و این عملش باعث درگیری با فلسطینی ها و کشته شدن 80 تن از مردم مظلوم شد، شورای امنیت سازمان ملل این عمل شارون با اکثریت آرا به استثنای امریکا محکوم کرد که خود نشان میده که از نگاه سازمان ملل و قوانین جهانی مسجد اقصی مربوط دولت اسرائیل و ملکیتش نیست و فقط یک منطقه اشغال شده است. همین قسم هر زمانی که یک عضو ارشد حکومت اسرائیل وارد مسجد اقصی شده، سازمان ملل این عمل محکوم کرده و از حکومت اسرائیل خواسته دست از تجاوزکاری ها برداره و حقوق فلسطینی ها را به رسمیت بشناسه و وضعیت مسجد اقصی را تغییر نده. حال با این همه فیصله نامه های سازمان ملل و با وجودی که حتی امریکا حامی بزرگ اسرائیل مسجد اقصی را ملکیت فلسطینی ها میدانه و قدس شرقی و مسجد اقصی را منطقه اشغالی میدانه، تو میایی کاسه داغتر از آش میشی و سخاوتمندانه مسجد اقصی را میبخشی به یهود. یعنی تو که میگی من جوان مرد هستم و حق مظلوم از ظالم میگیرم، در اینجا در حمایت از اشغالگران و ریختن خون زنان و کودکان فلسطینی توسط اشغالگرا و ظلم و ستم روزافزون علیه ملت ستم دیده که همه روزه صهیونیست ها جوانان و زنان و کودکانشان ذبح میکنن، به مراتب از امریکا و انگلیس پیش قدمتر میشی و نشان میدی که در دفاع از تانک ها و تیاره ها و تفنگ های مظلوم اسرائیل از امریکا و انگلیس هم مترقی تر هستی و انسانی تر عمل میکنی. یک حقیقت دیگه هم ادعای مسخره و حاتم بخشی تر رد میکنه و اویی که حکومت های اشغالگر اسرائیلی از همو آغاز اشغال قدس در سال 1967 میلادی تا حال به کندنکاری ها و حفریات در گرد و در زیر مسجد اقصی ادامه میتن. میدانی چرا؟ فکر نمی کنم بدانی. چرا که توی قدر سواد و معلومات نداری که
بدیهی ترین و معروف ترین وقایع و حوادث بفهمی. صهیونیست ها مسجد اقصی را مسجد خود نمیدانند، قسمی که تو میگی، بلکه اونا در جستجوی هیکل سلیمان هستند که قبله شان است و ادعا میکنند که داوود علیه السلام اساسش گذاشته و پسرش حضرت سلیمان علیه السلام تکمیلش کرد و به تاریخ 586 به سال 586 قبل از میلاد توسط پادشاه بابلی بختالنصر ویران شد و تعداد زیادی از مردم یهود کشته و اسیر شدند و بعد بر بار دوم در 516 پیش از میلاد بازسازی شد و بار آخر توسط امپراتور روم شرقی نیرون آتش زده شد و تعدادی از یهودها کشته شدند و در سال 135 بعد از میلاد امپراتور دیگر روم شرقی به نام هادریانوس شهر اورشلیم را خراب کرد و به جای شهری به نام ایلیا ساخت که دخول یهود در اونجا ممنوع کرد و از سال 330 میلادی به بعد شهر قدس در اشغال امپراتوری روم شرقی بود تا اینکه توسط خلیفه دوم مسلمانان حضرت عمر رضی الله عنه فتح شد. بعد از اشغال فلسطین توسط استعمار انگلیس به تعقیب انحلال خلافت عثمانی، کوشش‌های صهیونیست‌ها و انگلیس‌ها بر تشکیل دولت یهودی در فلسطین که در اون وقت تنها 5% از ساکنانش یهود بودند آغاز یافت تا اینکه در اثر دسیسه استعمار انگلیس در 1948 میلادی دولت اسرائیل در فلسطین تشکیل شد و آواره ساختن و ظلم و ستم و کشتار صاحبان اصلی فلسطین و قدس و مسجد اقصی و اشغال سرزمین های از اینا تا هنوز ادامه داره و هر روز هم بیشتر و شدیدتر میشه و امریکا و انگلیس و تعداد دیگری از کشورهای غربی با وجود حمایت کاملشان از اسرائیل در همه قتل و کشتارش بر تشکیل دو دولت اسرائیلی و فلسطینی تاکید میکنن که اسرائیلی را قبول نداره و نه تنها تمام حقوق فلسطینی ها را زیر پای میکنه بلکه به همه فیصله ها و قطعنامه های سازمان ملل متحد پشت پا میزنه و همه سعی و تلاشش ایسته که مسجد اقصی را ویران کنه و به جایش هیکل خیالی خود بسازه، هیکلی که اصلا حضرت سلیمان علیه السلام او را نساخته و اصلا اثری ازش نیست و اسرائیل با همه کندنکاری ها و حفریاتش در زیر مسجد اقصی و اطرافش نتوانست اثری از او را بیافه و این حقیقت که اصلا هیکلی وجود نداشته و نداره و اگر هم بوده در زمان حضرت سلیمان ساخته نشده بلکه در زمانهای بسیار بعد از او ساخته شده و بعد توسط بختالنصر پادشاه بابلی کاملا از بین برده شده و اثری از او باقی نمانده. این حقیقت را خود دانشمندهای باستانشناس اسرائیلی هم تایید میکنن. چنانچه باستانشناس مشهورشان به نام اسرائیل فرانکشتاین استاد دانشگاه تل‌آویو در یک گفتگو با BBC ای را رد میکنه که گویا مسجد اقصی در جایی بنا شده که قبلا هیکل بوده. پس خلاصه است که مسجد اقصی مسجد یهود نیست و این مسجد غیر از تو که او را به شکل مسخره مربوط یهود میدانی، دیگرها حتی خود یهودها و اسرائیلی ها و حامیانشان و سازمان ملل و جامعه جهانی این مسجد از آن یهود و یا با گفته تو مسجد یهود نمیدانند و از همین سبب وقتی که رفیق تو آقای ترامپ سفارتخانه خود به قدس شرقی جایی که مسجد اقصی قرار داره انتقال داد، غیر از خود او و چند تا کشور کوچک بی ارزش از این عمل او پشتیبانی نکردند و به تایید او سفارتخانه های خود به بیت المقدس انتقال ندادند و از همین سبب هم وقتی که در 21 آگوست سال 1969 در مسجد اقصی حریق توسط یک شخص استرالیایی به نام مایکل دنیس روهان صورت گرفت، این مسلمان ها و مسیحیان فلسطینی بودند که این حریق خاموش کردند و دولت اسرائیل که این شخص به اشاره او این جنایت انجام داده بود کاری برای خاموش کردن این آتش نکرد و حتی این شخص به بهانه ای که دیوانه است محاکمه و مجازات نکرد و اگر یهودها مسجد اقصی را مسجد خود میدانستند اولا هرگز این شخص تحریک نمیکردند که مسجد آتش بزنه و ثانیا خود او هم جرأت نمیکرد این کار انجام بده و ثالثا او خودش اعتراف کرد که میخواست مسجد اقصی را ویران کنه تا به جایش هیکل ساخته شود
و رابعا اگر دولت اسرائیل و یهودها مسجد اقصی را مسجد خود میدانستند، او وقت هرگز این شخص به بهانه دیوانه بودن آزاد نمیکردند، بلکه کمش به حبس ابد محکومش میکردن. پس معلوم میشه که این ادعای مسخره تو مثل حرفای دیگه علیه اسلام و قرآن دروغ محض و خنده‌آور است. در امریکا و خود اسرائیل و اروپا و دیگه جای دنیا تعداد زیادی از احزاب ضد صهیونیستی، ضد اسرائیلی وجود دارن که اونا احزاب یهودی هستن، از شخصیت‌های یهودی تشکیل شدن، ولی اونا تشکیل دولت اسرائیل غیر قانونی میدانن، میگن که این سرزمین اصلا از فلسطینی هاست و در اینجا اساسا درست نیست که دولت اسرائیل تشکیل شود، که از اون جمله حزبی است به نام ناتوری کارتا و دیگه اشخاص مشهور و مهم مثل اوری افنیری، جدون لیفی، هاخام دیوید اسرائیل وایس، هاخام موشه که اینا مخالف دولت اسرائیل هستن و میگن که اساسا تشکیل دولت اسرائیل یک تشکیل غیر قانونی و ناروا و نادرست است که در سرزمین فلسطینی ها صورت گرفته. اینا دولت اسرائیل یعنی دولت خودشان به رسمیت نمیشناسن تا چه رسه به که مسجد اقصی را مسجد یهودها بدانن. پس بسیار خنده‌آور است که در تمام دنیا و در بین خود یهودها، چه موافق دولت اسرائیل چه مخالفش، چه طرفدار صلح چه مخالف صلح، چه معتدل چه افراطی، کسی پیدا نمیشه که مسجد اقصی را مثل تو بگه که مسجد یهود هاست. بلکه اونا اگر به قبله عقیده دارن، اونمو هیکل است که در جستجوی از او هر جای را کندنکاری میکنن و پالیده روان هستن و اصلا اثری از اون نمیافن به سبب از اینکه اصلا وجود نداره. حال مختصرا دو موضوع دیگر را مورد بررسی قرار میتیم. اولی که تو مسلمان ها را مسخره میکنی و ملامت میکنی که در اوجه یک کلاه قرقولی را ماندین در مکه و میگین که خدا در زیر از او پت است و میرین میلیون ها دلار را در اوجه مصرف میکنین تا ای که سعودی ها از او بلدینگ ها بسازن. بسیار خوب، ای را قبول کردیم امرای تو که ای یک غولگری است قسمی که تو میگی، در حالی که ما ای را یک فریضه الهی میدانیم و ای از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام که خداوند او را گفت که بر مردم ندا بده که بیاین خانه ما را زیارت کنن، ای ادامه داره و ای قبول داره. معنی خانه خدا را ما قبلا گفتیم. بیا که ای را قبول کردیم امرای تو که امی گپ تو درست، ای یک غولگری. چرا امی غولگری را در مورد یهودها امی کلمه را استعمال نمیکنی؟ چرا برای اسرائیلی ها، برای صهیونیست ها نمیگی که این امی مسئله که در اموجه شما او را به سبب از او هزارها نفر تا حال کشتین، مردم آواره کردین، زنا و طفلا را میکشین، محض به خاطر به سبب از این که ای را یک عبادتگاه خود میدانین؟ چه فرق میکنه امی یک مسجد چارکنجه است امی را بتن برای عرب ها بتن، برای مسلمان ها بتن که مسلمان ها غول هستن؟ بانین شما که مردم پیشرفته و مردم مترقی هستین مثل ما و مردمی که دین پیشتان ارزش نداره، بانین امی از امونا باشه، هیچ همی جنجال ختم کنین، مردم دنیا هم شما را محکوم نکنه، کشورهای دنیا هم شما را محکوم نکنه، سازمان ملل هم شما را محکوم نکنه، باعث یک کشور آزاد و مستقل بدون امی مسجد زندگی کنین. چرا ایرا بر از اونا نمیگی؟ چرا بر از اونا نمیگی که چرا شما اتو فکر میکنین که در داخل امی مسجد چارکنجه خدای شما وجود داره؟ چرا یک بام دو حواس است تو که حق مظلوم از ظالم میگیری؟ چرا در اینجا ای گپ نمیگی تا ای که همی کشت و کشتار یکی و یک دم خاتمه پیدا کنه؟ مسئله را که کل دنیا حل کرده نتانست تو یک دفعه حل کنی و برشان برای دوستای صهیونیست بگویی که اعلان کنین همین مسجد بتین برای عربا، بانین که همی از امونا باشه، مردم بیعقل هستن، مردم لوده هستن، مردم غول هستن، مثل که در مورد مکه همی غولگری را دارن، در این مورد هم همی غولگری را دارن. بتین شما ای را بر از اونا بتین، شما مثل ما یک مردم مترقی شوین،
و یک قبله دیگری را برای خود انتخاب کنین، یک جای دیگری را به نام قبله انتخاب کنین به هر طرف دیگر، که مثل که ما برای مسلمان ها میگم قبله ضرور نیست، هر طرفی که نماز خواندین میتونین بخوانین. شما هم هر طرفی که نماز بخوانین نمازتان میشه، هر طرفی که عبادت کنین عبادتتان میشه. پس این را بگذارین برای مسلمان های لوده و برای فلسطینی های لوده و بیعقل. چرا این را نمیگی؟ چون تو تنها دشمن اسلام هستی، دشمن دیگه ادیان نیستی. و مسئله دیگه ای که تو در هر جای از یک طرف خدا را دو میزنی، پیغمبر دو میزنی، قرآن دو میزنی، تمام مقدسات مسلمان ها را با نهایت بی‌حیایی توهین میکنی و بدون دلیل، بدون کوچکترین دلیل توهین میکنی. باز میگی که ما مسلمان ها، قسمی که دمی ویدیو میگی که ما مسلمان های تو گمان میکنیم، ما مسلمان های تو فکر میکنیم. چرا خدا مسلمان میدونی؟ چرا با عقل مردم بازی میکنی؟ چرا عقل مردم قدر زیر پای میکنی، قدر توهین میکنی؟ چرا مردم بی عقل میدونی؟ کسی که مثلا کسی که مارکس دو بزنه، لینن دو بزنه، ماو را دو بزنه، باز بگه که ما کمونیست هست، میره کسی قبول میکنه از او؟ امی قسم تو کجایت مسلمان است؟ تو خدا رو دو میزنی، میگی که خدا تو اشتباه کردی که کتاب روان کردی، پیغمبر رو دو میزنی و همون کل بدی های خدا، کل زشتی های خدا، کل دزدی های خدا با پاکترین شخصیت تاریخ نسبت میتی. پیغمبرای بزرگ الهی را، حضرت ابراهیم علیه السلام را با بیناموسی متهم میکنی، همون چیز را که خودت به اون متهم هستی او را به اون متهم میسازی. قرآن را دو میزنی، میگی که همین کتاب من ازش 1000 غلطی میکشم، در حالی که گپای تو میلیون ها غلطی داره. از بنابر کدام دلیل تو مسلمان هستی؟ پس بهتر است به مو نقاب از چهره تو سو کنی، با همون چهره اصلی خود بیا. مثل دیگه ملحدین، بو که من یک ملحد هستم، دین شما را نقد میکنم، بر ضد دین شما گپ میزنم و باز بگو بیاین رد کنین همی گپای مرا. مثل که من گپای تو را بارها رد کردم، بی سوادی ثابت ساختم، تو بیا بگو که من بی سواد نیستم، این گپای تو گپای غلط است، بنابر این دلیل لغوی، بنابر این دلیل عقلی، بنابر این دلیل منطقی. اما چون تو بی سواد هستی، بنا نمیتونی که گپای ما رد کنی، فقط میچسبی به مو دروغ و دروغگویی. مسئله دیگه ای که برای روشنی چشمتو متا دست تا سر قلبت بان که سکته نکنی. امسال دمی خانه ای که تو او را کلاه قرقولی میگی و خدا او را برش عزتی داده که برای هیچ کس، برای هیچ خانه ای نداده. امسال در ماه رمضان المبارک از 1 میلیون بیشتر زیارت کننده در اونجا عمره ادا کردن. این تنها در عمره، در حج خوب میلیون ها، 5 میلیون، 6 میلیون، 10 میلیون از او که زیادتر هم میایه. در بنان منتهای این خبر یا نشنو یا ای که سر قلبت دست تبان که سکته نکنی.